عشق آسمانی، پاکتر از پاک ها. در زمین بود از وفاداران تو مولای بلخ، پهن کرده نور حق را در فضای سینه ها. شد حبیب اهل عالم عارف یکتای بلخ. شور و قلب و وجد قلبش را نبود اندازه، حرف و سوزش چون محبت خانه بر الله بود. پای او در فرش بود و دست و چشمش سوی عرش، با مریدان هرگه رقص سماعی می نمود. چون محمد، چون غزالی، همچو عیسی محتسب، همچو موسی، همچو البستامی و حلاج ها، فصلها را وصل می کرد و خلقها را مهربان. سلام تماشابینان ارجمند تلویزیون دوشنبه. در مهمانی شما یک گروه اعضایان فعال تشکیلات جمعیتی محفل علمی عاموی بانک نی حضور دارند که آنها شما را از حیات و آثار شخصیت بزرگ بشر مولانا جلال الدین بلخی آشنا خواهند کرد. مولانا را پیش از همه همچون شاعر ترنمگر صلح و وحدت میشناسند. میخواستیم که در این موضوع نظر خود اشتراکیان را بشنویم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. تمنا داریم که هر یک شهروند کشور ما چون مرشد معنوی مولانا همیشه ترنم ساز وحدت، ترغیب‌یابگر صلح و آرامی و در این پایه مایه الافتخار وطن عزیز خود باشد و این خصلت‌های والاترین انسانی را ارجگذاری نماید. سلطان العلما با قول اکثر در سال 618 از طرف شاه نابخرد زمان خود خوارزمشاه ملک خود را ترک میکند و راه حجاز را پیش میگیرد. وقتی عبور از نیشاپور با خدمت شیخ فریدالدین عطار میرسد، شیخ عطار به سلطان العلما میگوید زود است که این پسر تو آتش به دل همگان زند و کتاب اسرارنامه که از منظومات وی بود به مولانا میبخشد. مسافران خسته به بغداد رسیدند. جمع از بغدادیان و دیدن مسافران آمدند و از مسافران پرسیدند شما کیستید و از کجا می آیید؟ سلطان العلما جواب میدهد ما از طرف خدا می آییم و به طرف خدا می رویم، کسی از خدا بزرگتر نیست. از فهمش ناتوان ماندند. در جایشان مخکوب شدند. خبر را به شهاب الدین سهروردی رسانیدند. آن دانشمند بزرگ دریافت که فرزانه بلخ است و گفت او کسی به جز بهاءالدین بلخی نباشد. بهتاب دیدار خانواده شد. در دیده پرشگفتی همگان نظر عنقای کوچک خیلی شیرین میتافت. استر را به اجاره میگرفت و به راه برآمد. در دیده پرشگفتی همگان به زانوی مولانا بوسه زد. 3 روز پس از اقامت سهروردی بزرگ با مولانای کوچک به دیار عشق روانه شدند. مسافران به قونیه رسیدند. قونیه آرام بود. برای روزگار آینده بهاءالدین دلش جوش میزد و از ندیمانش خواست که او را چونگین در بر گیرند. مولانا مثل پدر بود. بوی پدر میداد چون که او آهسته سخن میگفت و آرام قدم مینهاشت. متاسفانه دیر نگذشته بهاءالدین ولد در شهر قونیه روی در خاک نهفت که مولانا 24 سال داشت. اگر ما به زمان کودکی مولانا نظر کنیم، هنوز از خردسالی ذکی و خوش‌ذوق بود و بیشتر کتاب کلیله و دیمنه را مطالعه میکرد و از آثار گذشتگان ادبیات تا زمان خود آگاهی پیدا کرده بود. بوی باغ و گلستان آید همه، بوی یاری مهربان آید همه. از نثاری گوهرم یارم مرا، آبی دریا تا میان آید همه. مولانا بر رودکی توجه بیشتر ظاهر میکند.
شعر علاقمندی او بود. رودکی یک شعر دارم: هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. مولانا میگوید هر نکته که از زهر اجل تلختر آید، آن را چی ببوید لبی تو چون شکر آید. در چاهی زنخدانی تو هر جا که وطن ساخت، زود از رسنی زلف تو بر چرخ برآید. آوازه و شهرت مولانای بلخی در عصر 15 به حدی بوده است که برای شناخت جامع جای سخن نیست. مثنوی معنوی و دیوان کبیر در سرزمین خراسان خصوصا در هرات شهرت پیدا کرد و محفل‌های مثنوی خوانی معمول گشت. از این رو بزرگان این حوزه ادبی با مولویان قونیه رابطه پیدا کردند. حتی یکی از اولادان مولانا مدت‌ها در صحبت عبدالرحمن جامی شرکت کرده باعث احترام او گشته بود. از این رو احترام او زیاد گشت و به شناخت دقیق‌تر مولانا جلال الدین بلخی و آثار او دلبستگی پیدا کرد. جامی در نفحات الانس راجع به مولانا و پدرش سید برهان الدین محقق ترمذی، شمس الدین ملکداد تبریزی و پسر مولانا سلطان ولد به تفصیل معلومات داد. جامی احوال و اقوال مولانا را بیشتر بر منابع مناقب العارفین شمس الدین احمد افلاقی آورده است. رساله فریدون سپهسالار نوشته است: جامی مهمترین لحظه های روزگار مولانا را ذکر کرده آن مواردی را قید کرده است که دلیل بزرگی او تواند بود. جامی به این سرچشمه های متعمد قانع نگشته، به واسطه اثری فیه ما فیه رو آورده چند از حکمت های مولانا را در آن نوشته است و در غزل گفته است: الا ای ماه تبریزی که چون خور، نشاید کرد در رویت نظر تیز. چو مولاناست جامی مستی عشقت، تو با رخسار رخشان شمس تبریز. چنانچه از زبان سلطان ولد آورده است: روز والدم گفت که بهاءالدین، اگر خواهی که دائما در بهشت برین باشی، با همه کس دوست باش و کینی کسی را در دل مدار. و این روبایی را بخواند: بیشی طلبی ز هیچ کس بیش مباش، چون مرهم و موم باش چون نیش مباش. خواهی که ز هیچ کس به تو بد نرسد، بدگوی و بدآموز و بداندیش مباش. یکی از شاعران شیرین کلام ولایت ختلان بایازی سید جعفر با نام نی محزون اثر نوشته است که محض به مولانا جلال الدین بلخی تعلق دارد. می‌خواهیم که از صهیبه دوام این سخن را بشنویم. اگر مولانا جلال الدین بلخی شفته شمس تبریزی باشد، بیازی باشد شفته مولاناست. 125 غزلش را آیید مولانا نگاشته است که در یکیش چنین میگوید: چشمی بیداری برایم مولوی، کانی اسراری برایم مولوی. از طریقت بر حقیقت رفته ای، تازه اشعاری برایم مولوی. چون سنایی پیر عقل و دین شدی، پیر دینداری برایم مولوی. صحفه رنگین کشادی تو در عشق، شیخ عطاری برایم مولوی. اختر قطب بیازی گشته ای، نور سرشاری برایم مولوی. مهمان بختی داستانی را به نام بازتاب آفتاب نوشت. عزایان این محفل می توانند این داستان را به شما القا کنند. مهمان بختی سراینده مثنوی بازتاب آفتاب با عشق و انوار تابناک مثنوی معنوی را با جوش و خروش عارفانه و عاقلانه وصف کرده است. مثنوی با زبانی ساده اما دلنشین و صمیمی نوشته شده است که هر یک سطرش به زودی به قلب کودکان جا می شود. یا حضرت مولانا
داننده ترین دانا، در سنگ چو در مینا بیننده ترین بینا. تو یار خدا هستی، در عشق خدا مستی، وارفته دنیایی، پیوسته عقبایی. تو در همه مایی، تو زمزمه مایی. مهمان بختی به ستایش مولانا رجوع میگیرد. ترک و تاجیک و عرب شیدای تو، رازی پنهان است در پیدای تو. سینه مهری تو پاک از کینه بود، با همه آیین دلت آیینه بود. با زبان کبریا گویا شدی، در زمین هفت آسمان جویا شدی. که این زمین دوار و کیهان داور است، عشق حق در دل حقیقت پیور است. ای حیاتی جاویدان مولای روم، ای عزیزی دو جهان مولای روم. یکی از واقعه های فرح بخش حیات مولانا، واخوری مولانا و شمس تبریزی است. اکثر محققان آثار مولانا روز واخوری آنها را تولید دوم مولانا گفتند. 29 نوامبر سال 1244 شمس در قونیه پیدا شد. وی در کاروانسرای شکرفروشان نه آنقدر دورتر از مدرسه مولانا جای گرفت. وی در 10 سال سفرهایش همه شهرهای مذهبی عالم اسلام را دیده برآمد. از این رو به او لقب پرنده را داده بودند. شمس الدین به شهری روم رفت و با جلال الدین ملاقات نمود. این ملاقات هر خیل بیان کرده شده است. مولانا در نزد روده نشسته، در نزد او چند کتاب بود. شمس الدین به نزد وی رفت و گفت: ای مرد، این چی مصایف است؟ مولانا گفت: اینها را قیل و قال گویند که تو ندانی. تو را به این چی کار؟ تو ندانی؟ شمس الدین کتاب ها را به آب پرتافت. مولانا را در غضب آورد. مولانا از گردن او قپید و گفت: چندین علوم از این کتاب ها بودند که دیگر یافت نشوند. شمس الدین دستش را دراز کرد، همه کتاب ها را از آب برآورد بدون آنکه آب در وی تاثیر کرده باشد. مولانا گفت: ای درویش، این چی کاری بود که به ظهور پیوست؟ شمس الدین گفت: اینها را ذوق حال گویند که تو ندانی. تو را به این چی کار؟ بعد مولانا مرید شمس الدین گردید. چند سال در خانه از او درس آموخت. وقتی که شمس تبریزی غیب میزند، مولانا در سراغ او تمام شهر را دور میزند. او را نمییابد و گریه میکند و لابه میزند. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش نیازار مرا. روضه امید توی، خانه نوحی توی، روح ده یار مرا. بعد از چند دوستانی مولانا شروع غوغا میبردارند. یکی سر و پا نه، دیگه شکم گرسنه پیدا میشود و متحد مسلمانان گمراه میگیرد. شمس الدین ناچار روم را ترک میکند و مولانا را سوز عشق زنه زده در فراق او شعرهای سوزناک خواندن میگیرد. ای به تو حرام زندگانی، خود به تو کدام زندگانی. به روی خوشی تو زنده بودن، مرگ است به نام زندگانی. مولانا تمام هستی و حیات خود را به یاد شمس ارزنده داشت تا لحظه واپسین عمر را پیگیری او میکرد. من به سوی گلشن میروم، تو نمی آیی من میروم. روز تاریک است برویت، من برای شمع روشن میروم. من گریبان را دریدم از فراق، اسپی او همچو مردن میروم. او اکثر وقت خودش به جستجوی شمس الدین و مملکت های دیگر میرود و شمس خود را پیدا نمی کند. مولانا خبر شمس را در دمشق فهمیده نامه می نویسد. ای آرزوی جانم از ما سلام بودت، ای راحتی روانم از ما سلام بودت. ای یاری برگزیده و از یاری خود بریده، ای نوری هر دو دیده از ما سلام بودت. ای آفتاب تابان و ای عالم از تو چون جام، رویت زی من متابان
از ما سلام بادت. ای مخبری زمانه اندر جهان کرانه، کردی زی من کرانه از ما سلام بادت. با پیدا شدن شمس سایه مولانا در پرتو نوری او گم گشت. مولانا تمامی دارای خود را نثار او کرد، دستار خود را از سر برگرفت، تدریس را به رقص و سماع مبدل نمود و در آن حالتی که آتش استاد سراپای وجود او را میسوخت و سرودن غزلیات عاشقانه در ستایش شمس دین پرداخت. وقتی که آدمان دوستی شمس و مولانا را دیدند و خانه مولانا رفتند و بگفتند ای مولانا این درویش را از خانه‌ات بیرون کن، تو با این چه خیلی دوست شده ای؟ بعد مولانا گفت نه من این را از خانه بیرون نمی کنم. مردم همه‌شان آمدند و گفتند نه این درویش را از خانه‌تان بیرون کن. بعد مولانا این غزل را قرائت کرد. ای عاشقان ای عاشقان، هر کس که بیند روی او شوریده گردد، عقل او معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر روی و سر پویان شود، چون آب اندر جای او. مولانا که تا آن روز خلقش به نیاز می شمردند، نیازمندوار به دامن شمس در آواق و با وی نشست و چنانچه در دل بر خیال غیر دوست بسته داشت، در این خانه بر آشنا و بیگانه بست. وقتی که مولانا در میابد شمس تبریزی در دمشق است و پسر خود سلطان ولد را به نزدش دعوت می نماید و همیان خود را می برارد و در آن پر از دینار بود و می گوید هر آن نفر که شمس تبریزی را دریافته آرد این دینارها به او مکافانیده می شود و غزله هم نوشته است. بیروید ای حریفان بکشید یاری ما را، به من آورید آخر صنم گریز پا را، با ترانه های شیرین با بهانه های زرین، بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. اگر او به وعده گوید که دمی دیگر بیایم، همه وعده مکر باشد بفریبد و شما را. وقتی آن رسید که ما اکنون صحبت را از مثنوی معنوی اندیشه های بی‌نظیر مولانا آغاز کنیم. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله ایلت‌های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جولینوس ما. هر کی را جامه ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. عجب دنیاست دنیای مولانا. وقتی که وارد مثنوی میشویم، باد شرطه کشتی اندیشه ما را به سمت دلخواه خود میبرد. کشتی آن تن پر از آب حیات، کشتی این تن پر از زهر ممات. گر به مظروفش نظر داری شهی، ور به ظرفش بنگری تو گمرهی. موضوعهای اجتماعی، اخلاقی در غزل و رباعیات‌ها در قطعه و ترجمات مولانا جلال‌الدین بلخی برای آن کسانی که عمر خود را بیهوده می‌گذرانند و مذمت می‌کنند چنین گفته است: بیدار شوید دل که جهان می‌گذرد، بین مایه عمر رایگان می‌گذرد. در منزل تنگ مخسب و غافل منشین، که از منزل عمر کاروان می‌گذرد. شاعر سعادتمندی بخت و نکروزی انسان را در پاکی وجدان، راستگویی، راستکاری و در با معرفت بودن او می‌بیند و تاکید می‌نماید که هر آن شخصی که به این خصلت‌ها شایسته باشد، هر جا که رود تاج سر انسان می‌گردد. خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بزی علم آموز، تا تاج نبیرگانی آدم باشی. اگرچه در غزلیات مولانا موضوع زبان در مقام شایسته باشد، ولی مولانا دلپرستی را نیز بالاتر از همه می‌شمارد. مولانا میگوید همزبانی خویشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندی و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبانی محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. این است که مولانا نه تنها خود زبان دیگران را می‌آموخت،
балки талқин мекард ки бояд забони дили ҳама инсон, ҳама мардум агарчи безабон бошад ҳам омӯхта шавад, зеро аслу ҳадафи мо новобаста ба қавму нажод ва дину мазҳаб ягонагӣ дорад. як байти ширу шакари ӯ ки дар санъати мулома бо забони тоҷикию туркист шоҳиди мавзеъи ин гуфтаҳои мост. агар тутсен, агар румсен, агар он турк, забони безабононро биомӯз. профессори институти салҷуқии Туркия Алан Ардуған дар китоби Мавлоно ва тариқати Мавлавия як рубоётеро меорад ки на ба сабки Мавлоно мувофиқ аст. асли ман турк асту ҳиндӣ мегӯям, дар кӯи шумо хонаи худ меҷӯям мегӯяд. вақте ки мо ба абиёти 2000 рубоёти Мавлоно саросар барақ мезанем, ин нусхаро аз ягон ҷо пайдо кардан наметавонем. تنزی جان و جان زی تن مستور نیست، لیک دیدی جان به کس دستور نیست. دیدن و دانستن جان امری محال است، انسان قدرت ندارد تا جان را بیند. مولانا میگوید که هرچند آب دریا را نتوان در کشید، جرعه به قدر قدرت آن باید چشید. با دست آوردن دل هنر انسانی است و این را همه شاعران قریب تاکید کردند. سعدی گفته باشد با دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آور. ابو سعید ابوالخیر میگوید گرزان که 1000 کعبه آباد کنی، بهزی آن نبود که خاطر شاد کنی. مولانا نیز هم در این باره تاکید کرده است دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دلگذرگاه جلیل اکبر است. ای دل به ادب بنشین، برخیزی بدخویی، زیرا به ادب یابی آن چیز که می جویی. حاشا که چنان سودا یابند بدین صفرا، هیها چنان رویا یابند به بیرویی. در عین نظر بنشین چون مردمکی دیده، در خویش بجو ای دل آن چیز که می جویی. بگریزی همسایه گر سایه نمی خواهی، در خود منگر زیرا در دیده خود مویی. گر غرقه دریایی این خاک چی پیمایی، ور بر لب دریایی چون روی نمیشویی. مولانا میگوید بعد نومیدی بس امید هاست، از پس ظلمت بس خورشید هاست. مولانا پاسخگوی نیاز معنوی و روحی امروز و فردای انسانیت بود. روحیه بشر دوستانه و ماهیت انسانگرانه داشت. او در جستجوی چنین انسان در دست چراغ، شهر به شهر، روستا به روستا می گشت. او همدلی را از همزبانی بالا می دانست و همیشه طرفدار صلح کل بود. مولانا مردم عالم را به وحدت، صلح و دوستی، همزیستی و همفکری دعوت می کرد. جای یادآوری است که 6 دفتر مثنوی معنوی همچون 6 کاخ بزرگ با افکار بلند انسانی و عرفانی این عارف ربانی قد علم کرده است. در مثنوی او برق در خنده، ابر با گریه، سبزه در رقص و گل در جلوه، مرغ خاکسار و خرگوش خوار، اشتر بالاکش، روباه در فکر خویش و شیر غیور شاهی و مرغ به خیال ماهی همه به مولانا مرهمی رازند. این عارف دانا در دانش و خیرت نمونه و نادر ایام بوده است. راه بلند عرفانی را در فتح علوم عقلی و فلسفی کافی نمی شمارد، بلکه تلقین می کند که از جاده عقل علتاندیش بیرون جست و در دنیای عرفان سیر نمود.
مولانا همیشه مجلس آرا بود. او مجلس را خیلی دوست می داشت و وقتی که نفران به مجلس او می آمدن بودن نفرانی که شرم کرده در قفا می نشستند. اما مولانا این خصلت را نمی پسندید و شخصانی در پس نشسته را به پیش دعوت کرده این غزل را زمزمه می کرد: ای روز مبارک و خجسته، ما جمع و تو در میان نشسته. ای هم نفسی همیشه پیش آ، تا زنده شود دم شکسته. پیغام دل است این دو سه حرف، بشنو سخنی شکسته بسته. یک بار بگو که بنده من، کازاد شوم ز رنج رسته. صلاح‌الدین زرکوب و حسام‌الدین چلبی مولانا را یکی از شخصیت‌های بزرگ به وایه رساندند. می‌خواستیم که درباره استادان مولانا سخن گویید. مرحبا. سعید برهان‌الدین محقق ترمذی، لالا پرورشگاه محمد خردسال بود. هنوز در 3 سالگیش پدرش بهاءالدین به گردنش برداشته تا به مدرسه پدرش ساخته برد. به دوشی برهانی صادق گشت. جان او بود معدنی اسرار، همچو خورشید و چشمه انوار. وقتی که خانواده مولانا به سفر حج برآمدند، سعید برهان‌الدین همراه آنها نرفته بود. سعید همیشه جلال الدین را یادآوری میکرد. چون خبر شد که خانواده وی در قونیه است، به دیدار آن وقتی به قونیه رسید. 1 سال پیش استادش سلطان علما رحلت کرده است. سلطان علما در کتاب ولدنامه‌اش فرموده است: این طرف عزم کرد آن طالب، عشق شیخش جوشد بر او غالب. چون که شادان بر قونیه رسید، شیخ خود را ز شربان پرسید. همه گفتند که آن می جویی، هر طرف بهای او همه پویی. هستم که رفت از دنیا، رخت را بود باز بر عقبا. محمد جلال الدین دلارندا بوده است. مکتوب نوشته او را به قونیه دعوت کرده است و او را برای دین به دمشق روان میکند. مولانا صادقی به سعید برهان‌الدین میشود. شد مرید و ز جان و سر بنهاد، همچو مرده بر پیش او افتاد. پیش او چون بمرد و زنده اش کرد، گریه اش بر دوکان خندش کرد. بود در خدمتش بر هم 9 سال، تا که شد مثل او بر قالها. برهان سال 1241 که 70 سال داشت در قیصریه درگذشت. مولانا به زیارتش رفتند. مراسم یادواری او را به طور خیلی شایسته گذراندند. مریدانش از 10,000 زیاد گشتند. در 1000 مرید بی شدند. گرچه اول ز صدق اهل هنر، مفتیان بزرگ اهل هنر. دیده او را به جای پیغمبر، صدق کویش گرفته عالم را. دیده زنده روانی آدم را. مولانا به شعر آنقدر توجه نداشت، چی گفتنی میتونید؟ مولانا شعر و شاعری را پیشه نکرده است. به شعر نوشتن افتخار نداشت. شعر برای او وسیله برای افشای اندیشش بود. شعر چی باشد برای من، تا که از آن لاف زنم. هست مرا فن دیگر غیر فنونی شعرا. شعر چو ابر سیه، من پسی پرده چو مه. ابر سیه را تو مخوان، ماه منور بر سما. یکی از مسئله های تجربه آور در حیات و ایجادیات مولانا مقدار اشعار او می باشد. تنها در دیوان کبیر 3222 غزل، 34 ترجمه، 25 مسمات، 2000 رباعی گفته است. مثنوی معنوی از 6 دفتر و 25865 بیت را در بر میگیرد. این گونه اشعار بزرگی را در 10 سال آخرش بعد از غیب زدن شمس تبریزی ایجاد کرده است. مولانا شاعری باطنگرا بود. او در ظاهر خیلی ساده می نوشت، ولی خمیرمای هر یک گفته او تماما دیگر بود. خیلی که در نامه میگوید هر کسی که از زن خود شد یاری من، از درون من نجوز اسرار من. بر حق گفته است. از این رو محققان مولانا از هنوز در زمان زندگیش تفسیرهای را، شرحهای را به میدان ادبیات آوردند و شرح و مضمون کردند تا به امروز زیاده از 416 شرح
مولانا زیرا که او میگفت که ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بینگریم و حال را. از این رو گرچه ساده میگفت ولی مضمونا دیگر بود. بنابراین تفسیرهای گوناگونی پیدا شدند که تا امروز ما از آن مطالعه میکنیم. نفوذ مولانا به سرزمین‌های تمدن اسلامی محدود نمود و علاقمند دانشمندی اروپایی را در نخستین مرحله‌های خاورشناس به خود جلب نموده بود. برخورده نخستین گیاته در آثار مولانا جلال‌الدین بلخی که در اروپا به نام جلال‌الدین رومی مشهور است، زمان است به کتابخانه سلطنتی ویمر و پایتخت سلطنتی زیوکسن ویمر می‌روند و از آن تا چند نسخه کتاب خریده از آنجا به ترکیه می‌روند. اوا دیویتری، دختری فرانسوی مولانا با نام هوا، بزرگترین محقق و مولانا شناس می باشد و در سال 1999 در 90 سالگی وفات کرده است. اوا مؤلف 40 اثر می باشد. اثرهای او موضوعهای میستیکی درباره مولانا، سرود آفتاب و قصیده های میستیکی و غیره می باشند. این کتاب ها در کتابخانه ژن لو اربر محفوظند. بعد از پی مولانا و افغانستان، ایران، هندوستان می رود و در آنجا بسیار چیزها را درباره مولانا می فهمد و برای همین اوا را محقق مولانا می گویند. دخترخواندی مولانا می نامند که به واسطه با مولانا جلال‌الدین بلخی اون تمام عمر خود را از 15 سالگی تا 92 سالگی صرف کرده است. در یکی از کنفرانس های آخر سال حیات اوا دیویتری در ترکیه شده گذشت، آنجا وصیت کرده بود که اگر که من وفات کنم تربت مرا آورده در روی پدرم میگذارید. از این رو سال 2003 وفات کرد. او را در یک از کوچه های پاریژ به خاک سپاریدند و 2007 که سال مولانا اعلان شد تربت او را آورده در بر پدرش جا کردند اوا دیویتری را. مدت 3 سال است آید به مقرر کردن جای تولد مولانا. من زیاده از 17 اثر مولانا شناسان اروپا را از فریتز میر سر کرده تا لوئیس برکلی، کولمن بورکس، برد گوچ، اینچنین چندین شارحان ایران، شارحان آلمان، انامیر شمل اثبات میکند که او در یکی از ناحیه‌های جنوبی تاجیکستان تولد شده است. وقتی که فریتز میر در کتاب خود معین میکند، وقتی که اکونیشنیک، مغول شناسان روس اکونیشنیک، گردلevsky خریطه میکشند، جای تولد مولانا را سنگتوده میدانند. نام سنگتوده پیش لویکان بود. در همین جا سال 1207 در همین جا تولد شده است. در حقیقت بلخیان دعوا میکنند که او از بلخ است، زیرا که سنگتوده هم همان زمان ها در مضافات بلخ بود. خودی بهاءالدین ولد در حوزه ادبی بلخ شهرتی به اندازه پیدا کرد. او را با عنوان سلطان علما خواندند. فخری رازی نام فقیه بزرگ همان حوزه ادبی که پسرخاله سلطان خوارزمشاه بود دعوا کرده او را دیگر چشم دیدن نمی کند و زندگی بهاءالدین ولد را که تنگ می کند از همان جا کوچ به سنگتوده می بندد و سال 1200 به سنگتوده آمده در همین جا یک حوزه ادبی برپا کرده و مدرسه بنیاد می کند. وقتی که آبرو و اعتبار بهاءالدین ولد که در اینجا خیلی بلند می شود، فخری رازی باز هم در حق بهاءالدین ولد تهمت‌های ناحق به پادشاه سلطان خوارزمشاه میرساند که بهاءالدین ولد هر وقت در موعظه‌هاش میگوید که من پادشاه عالمانم. از این رو سلطان خوارزمشاه فرمان میدهد که او را از لویکان سنگتوده بخشان زمین از پولی که آنجا تا امروز باقی است از همین جا به سرزمین دیگر پیش میکنند. گزارش به سمرقند میرسد. در سمرقند 2 سال
آنجا در خانه لالا شریف سمرقندی زندگی میکند و پسرش مولانا جلال‌الدین بلخی در دانشگاه های آنجا درس میگیرد، ولی خبر هجوم مغول به آنها میرسد و آنها سمرقند را ترک کرده به نیشاپور میروند، از نیشاپور به حلب میروند، از حلب به خانه خدا میروند، از خانه خدا برگشته به آذربایجان میآیند، در لورندو 4 سال زندگی میکنند و از آنجا بعد به ترکیه با دعوت پادشاه خونیه قوام الدین سلجوقی به خونیه میآید و در آنجا او را قاضی مفتی خونیه تعیین میکند. عبدالرحمن جامی گفته من نمیگویم که آن اعلی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. اینک محفل آراسته ما به انجام رسید، به شما خیر خوش میکنیم. مثنوی معنوی مولوی مرده 100 ساله را بخشد نوی. آنقدر دانم که آن اعلی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. من به هر جمعیت نالا شدم، جفتی بدحالان و خوشحالان شدم، جفتی بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از فکری خود شد یاری من، از درونی من نجوست اسرار من، از درونی من نجوست اسرار من. سیری من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. سیری من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. هر کسی که دور ماند از اصلی خش، باز جوید روزگاری وصلی خش، باز جوید روزگاری فصلی خش. بیشنو از بند بکسل باش آزاد پسر، چند باشی بندی سیم و بندی زر، چند باشی بندی سیم و بندی زر. گر بیریزی بحر را در کوزه، چند گنجد قسمتی یک روزه، چند گنجد قسمتی یک روزه. کوزه‌ای چشمی حریصان پر نشد، تا صدف خانه نشد پر دور نشد. کوزه‌ای چشمی حریصان پر نشد، تا صدف خانه نشد پر دور نشد. زندگی آمد برای بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی.
زندگی به بندگی شرمندگی